عرض میکنم خدمت شما که اگر ما نگاه کنیم به حکومت‌های ایران از همون روزگاری که بعد اسلام، بیشتر این حکومت‌ها سکولار بودن. یعنی این که ملایان رو و تصور ملایی رو و دینی رو در کار حکومت و مسائل سیاسی مملکت دخالت نمیدادن. من میخوام این رو خدمت شما عرض کنم که این چیزی که ما تمدن اسلام مینامیم که غلط هست، این ترکیب غلطی است. بدون جهت بود که یک آدم‌هایی مثل ابو جعفر منصور و مثل مأمون و مثل هارون، اینا مطلق اسلام و دین رو در کار حکومت و دین دخالت نمیدادن. اما تا اونجا که به پادشاهان ایران مربوط هست، ما نادرشاه افشار رو داریم، کاملا سکولار. نه تنها سکولار، با ملایان مبارزه میکرد. کریم خان زند، مرحوم رضا شاه هم از اون گروه بوده حقا. اما اشکال قضیه این بوده است که سکولاریسم مرحوم رضا شاه امریه فردی بوده. سعی بر این نشد که مردم رو در واقع از این خطرات آگاه بکنن یا این رو به صورت قانون بیاورن یا اون اصلاحاتی میبایست قانون اساسی بشود که نشد. اما فرمایشتون کاملا صحیح هست. حالا من معتقد نیستم که واقعا ممکن بود ایران متلاشی بشه و از بین بره و اینها کاملا سابجکتیو هست، اینها در واقع حدسیات هست. ما نمیتوانیم بدانیم که چگونه میشد و چگونه نمیشد. اما متاسفانه در روزگار فرزند ایشان محمد رضا شاه پهلوی، ایشان دچار یک خطای مهلک شد. یعنی در حالی که ملیون رو دشمن حکومت خود میدانست و روشنفکران رو دشمن خود میدانست، خود رو پادشاه شیعیان و ملایان رو پشتیبان حکومت میدانست و هیچ گونه خطری از سوی اینها حس نمی کرد. در گفتگوهایی که با علم داشته کاملا این معنی آشکار هست و حتی یک جا میگوید خدا را شکر که ما این آخوندها رو از صحنه به طور کلی بیرون کردیم و اینها هیچ گونه خطری دیگری برای ما نیستن. و از سوی دیگر چون ایران، پادشاه ایران از روزگار صفوی پادشاه شیعیان بوده، ایشان هم همین نقش رو برای خود قائل بود. یکی از مشاغل رسمی محمد رضا شاه تولیت آستان رضوی بوده. و من میخوام خدمت شما عرض کنم که این مرد محترم تنها پادشاهی است که به مکه رفته. من هیچ یک از شاهان ایران رو نمیشناسم که مکه رفته باشن. ایشون مکه رفت و با اون وضعیت و اینها، و هر موقع هم که تشریف می‌بردن مسافرت، یک آخوندی بود در گوش ایشان یک چیزی میگفت. وقتی هم باز میگشتن، باز همون آخوند که امام جمعه تهران بود و اون داستان خرافی مربوط به حضرت عباس و افتادن از اسب و این چیزها رو هم میگفت، که حتی مرحوم رضا شاه یک روز ایشون رو برده گفته پسر جان، این صحبت ها، البته من نقل قول میکنم، این صحبت های زنانه است، خال زنکی است، شما بایستی پادشاه مملکت باشی. این که حضرت عباس کمر مرا گرفت، این چه صحبتی شما میکنی؟ و عرض شود که میدان داده بودن به این ملایان، چندین هزار نفر از اینها عرض می شود که حقوق می گرفتن. و ما یک مرد بزرگ داریم، واقعا محقق بزرگی است در تاریخ، به نام فریدون آدمیت. فریدون آدمیت آمد و برای زنده کردن اندیشه های متفکران مشروطه هر یک از اینها رو به طور جداگانه تحلیل کرد. اندیشه های آخوندزاده، اتفاقا من کتابش رو دوباره چاپ کردم و منتشر کردم اینجا. و در همون روزگار این سید حسن نصر که یکی از اون فکولی ها و کرواتی های بسیار مسموم هست، که من یه اصطلاحی دارم که باد اسلام در شکم دارد، ایشون رفته است در دفتر حالا یا شهبانو یا گزارش به شاه رسانده که این کافر پیدا شده است و اسلام در خطر افتاده از دست این، به خاطری که ایشان اندیشه های الهادی آخوندزاده رو منتشر میکنن که کتاب ها رو جمع آوری کردن. متاسفانه میخوام به شما عرض کنم که یک دوست من که مدیر کل بهداری بوده، ایشان به من میگفتن که گزارش ها از اداره بهداری آمد که گسترش جذام در خراسان از گور رضاست. یعنی این گور سبب این هست که بیماران جذامیان بیاین
و سر و صورت خود رو بمالن به این نقره ها و به این زری، آدم های سالم هم میان و مریض میشن. و این گزارش رو ما خواستیم منتشر بکنیم در روزنامه ها. گفتن آیات اعظام اینها ناراحت میشن، جرئت نکردن. یا در موضوع سینما رکس، همین آقای داروش همایون که وزیر عرض کنم که اطلاعات بود، ایشان میگفت ظرف 1 هفته یا 10 روز کاملا معلوم شد که اینها کردن. اما اعلیحضرت فرمودن که این آیات از ما ناراحت میشن و گردن گرفتن. در واقع آغاز پایان اون حکومت زمانی بود که موضوع سینما رکس آبادان به نوعی گردن گرفتن، یعنی متهمین رو تعقیب نکردن. و 1001 نمونه هست. الان در یکی از خاطراتش میگوید که ماه محرم بود، گذشته بود، 5 روز بعد از ماه محرم نوروز بود. من خدمتشون عرض کردم که این سلام دربار شاهنشاهی بسیار مهم هست، ما این رو باید برقرار کنیم. ایشون گفتن از آیت الله خونساری به فضل ملایان نشون میداد در موضوع تعویض تاریخ ایران. به نظر من یک کار بسیار بسیار درستی بود و کار بسیار بسیار درستی بود. تکرار میکنم، چون تاریخ این مملکت بزرگ ایران از فرار یک شخص از مکه به مدینه نیست. بقیه پرونده چه شد؟ پرونده تاریخی ایران و عظمت‌هاش چه شد؟ به این کار درستی بود. کوروش کبیر به محض آخونده اعتراض کردن ایشان عقب نشینی کرد متاسفانه و حرف خودشو پس گرفت. یک روزی بایستی در مجلس ملی ایران تکلیف تاریخ مملکت ما معلوم شد. به ما ربطی ندارد این داستان مکه به مدینه، بقیه تاریخ ما چه می شود. این است که از این اندیشه ها گاهی می آمد و بعد ایشان از ملایان بسیار بسیار وحشت داشتن و